ابلیس از آسمان برای چی رانده شد؟ برای که نافرمانی کرد، گناهکار شد. نوح دنیا زیر آب ما برای چی؟ برای که قومی سرکش پیدا شد، قومی گناهکار پیدا شد. قوم عاد برای چی در این بادی سخت گرفتار شدن؟ برای سرکش شدن، گناهکار شدن. قوم ثمود برای چی جگرهای آنها از صدا پاره پاره شد؟ برای که قوم آنها سرکش شدند. فرعون برای چی در دریای نیل غرق شد؟ برای که در نزد پروردگارش گناهکار شد. اینا همش سبب در چی بود؟ قوم لوط پروردگار برای چی چپه کرد؟ برای که گناهکار شدند. با سبب گناه در همه بلا ما و شما مبتلا میشوید. خدا در قرآن برای ما و شما گشتد میکند و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم